سلام بچه، امروز اومدیم واسهتون از این ترشا بخوریم. نکنه کیکس مکسه، نگه در این میگه ترش اسکل، این کیکس مکسه. نه این ترشه. ببینید روش نوشته ترش ایکس، شاید ایکس به معنای ایکس مکس باشه. بریم نگاه کنیم. باز نمیشه. اینم بدم. نه بچه ها بیدار صبر کنید برم چاقو بیارم. خب بچه ها چاقو رو آوردم، بریم واسه باز کردن. از اینجا بندازیم باز کنیم بهتر. توشون سیاه داره، ببینید. ترش هستم ولی به اندازه اون کیکس مکس نه. یکم شیرینم، خوشمزه. 15 تومنه اینا. حالا محله شما رو نمیدونم چند تومن بده. من 15 تومن خریدم و 15 تومن میارزه. یه بار بخوری آره میارزه. خیلی خوشمزه است. ترش هم هست. انشالله خوراک جدیدی هم میخرم، میام واسهتون فیلم میگیرم، بهتون میگم ارزششو داره بخرید یا نداره. خداحافظ تا ویدیو بعد.